درباره دعوت جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر نو نیز چاره‌بینی دایر گردید. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، جماعت و دهات، کمیسر حربی، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، پدر و مادران و دعوت شوندگان در چاره‌بینی مذکور اشتراک و سخنرانی نمودند. از جمله قید کرده شد که خدمت جوانمردان به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آرامی و آسایشگی وطن را حفظ نمودن این قرض هر یک شخص به عار و ناموس میباشد. باید قید نمود که ارتش ملی تکیهگاه دولت و سپر ملت است. هر قدر دولت مقتدر به پایه‌های دولتداری آن مستحکم باشد، همان قدر حیات آسایشگی جامعه بیشتر تامین میگردد. با خواهش خود یک چند نفر ما به همین کمیسریات حربی اومدیم و میخواهیم که با سر بلند خدمت حربی را ادا نماییم و همه وقت سربلندانه بهر وطن عزیز خود، بهر آبادی دیار، بهر حفظ وطن سهمگزار باشیم. امروز خوشبختی است که فرزندان ما صحت و سلامت با وقت خوش با اختیار خود به خدمت مادر وطن رفته ایستادند. ما از این خوشنود هستیم که سربلندانه خدمت قرض خدمت مادر وطن را ادا نموده به دیار خود گشت. خدمت وطن به خواهش خودش، به اجازت خودش نقص خدمت کرده، ساخت سلامت رفته بیاید. طبق معلومات کمیسر حربی ناحیه شهر نو، امروز زیاده از 50 نفر جوانان به طور اختیاری آمده به خدمت مادر وطن سفربر کرده میشوند. این حال باشد نزدیکی به 500 نفر جوانان ناحیه شهر نو در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرز و بوم کشور قرض مادر وطن را ادا می‌نمایند. چون خدمت مادر وطن قرض هر یک شهروند به عار و ناموس کشور است. فرد میگوید که من صاحب وطن هستم، حتما او در دفاع وطن خویش باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک از برآمدهای خود گفته است: خدمت کردن به وطن این شرف بزرگ و قدر شهروندی است. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مکتب مردانگی است، دلیریست و شجاعت میباشد. در زمانی حاضر که پیوستشوی جوانان با گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی خارجی مشاهده می شود، خدمت حربی می تواند بهترین چاره پیشگیری این روند نامطلوب در جامعه گردد. ناحیه شهر نو اختیاراً به خدمت حربی سفربر کرده می شود که این گروه روز از روز بلند گردیدن سطح روحیه و تندرستی جوانان ناحیه می گردد. در آخر چاره‌بینی بهر بایدگی خاطر حاضرین از طرف کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه شهر نو یک برنامه کنسرتی که آن از شعر و سرود وطن دوستانه و نمایش‌های جالب و رنگین عبارت بود پیشکش نوازکاران گردید. گزارش خورشید علیمو فیروز میرزایف از ناحیه شهر نو برای برنامه اطلاعاتی نوید.